الله أكبر الله أكبر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمدلله، الصلاة و السلام علی رسول الله. بعداً السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشابینان نهایت گرامی قدر، بینندگان عزیز، قبل از همه شکر نعمت‌های پروردگارمان میکنیم که همه ما را به این ماه مبارک رمضان برسانید و از این فرصت مناسب استفاده برده هر یکی شما و همچنین اهل خاندان شما و نزدیکانتان را با این ماه مبارک صمیمانه شادباشی ها میگوییم. از درگاه خداوند یکتا و بی همتا مسئله داریم که این ماه برای هر یکی ما و شما ماه رحمت و مغفرت، ماه برکات و سعادت بگردد. عزیزان دل، با شرافت این ماه مبارک رمضان ما تصمیم گرفتیم که سلسله برنامه های را بخشیده به فضیلت های ماه شریف رمضان برایتان اهدا سازیم. به مولای عزیز شما را به این کاشانه خوش آمدید، نوری دیده و تاج سر میگوییم و از این فرصت مناسب استفاده کرده شما را و نزدیکان شما را نیز با فرارسیدن این ماه مبارک صمیمانه شادباشی ها میگوییم. در حقیقت هم ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت، ماه آزادی از آتش جهنم است، ماه خوبی ها و نیکی ها، ماه عمل های صالح است، ماه سلام کردن و ماه پهن کردن محبت هاست و بسیار خوشنود هستیم که شما نیز در این لحظه های سرور با ما هستید و امروز حاضر شده تا چند از اندیشه های خویش را برای ما و برای بینندگان عزیز ما ابراز نمایید. و در ابتدا میخواستیم از زبان شما دایر به ماه مبارک رمضان و فضایل این ماه شریف چند سخن بشنویم. مرحبا. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اول تشکر میکنیم با شما که به این مهمان شما شدیم و درباره دین عزیز اسلام صحبت میکنیم. بسیار ما متشکر و خرسند هستیم. الحمدلله. اولا الله تعالی این ماه مبارک را برای ما، برای تمام امت اسلام، برای تمام مسلمان ها الله تعالی مبارکباد گرداند و در این ماه را الله تعالی برای ما ماه سلامتی، ماه برکت، ماه رحمت، ماه عافیت و در این ماه ها که دعاها قبول است الله تعالی کسل های ما را شفا، حاجتمند ها را حاجتاش نبرارد. هر مؤمن هایی که مسلمان هایی که چه نیت و آرزوهایی که دارند الله تعالی در این ماه برآورده خیر گرداند ان شاء الله. البته این ماه بسیار ماه مبارک است، ماه بزرگ است. الله جل جلاله این ماه را برای امت اسلام، خصوصا ماه شریف رمضان را یک ماه رحمت برای امت داده است. در مفهوم حدیث می‌گوید که الله تعالی برای این امت، برای رحم کردن این امت این ماه رمضان را الله تعالی داده است، نه برای عذاب و شکنجه دیگر، بلکه برای رحم کردن این امت الله تعالی این ماه رمضان را داده. این ماه بسیار ماه بزرگ است، خیلی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت می‌شود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آخر ماه شعبان اول رمضان برای صحابه ها مراجعت کرده گفتند که ای انسان ها، گفتند برای شما بسیار یک ماه بزرگ، یک ماه پربرکات آمده ایستاده است که الله جل جلاله این ماه را روزانه روزه گرفتنش را فرض قرار داده است و شبانه شب زنده‌داری کردن، قیام اللیل، تراویح خواندن را یک کار سنت، یک عمل ثواب الله تعالی قرار داده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگویند که در این ماه یک روزی هست که آن روز از 1000 ماه عبادت کردن بهتر است. یعنی تاکید این روز را میکنند که این شب قدر است. در این ماه صبر است و جزای صبر این فقط جنت است. در این ماه ما بسیار صبر میکنیم از خوردن، از نوشیدن، از بسیار کارها خودداری میکنیم که این یک صبر است. این صبر جزاش فقط جنت است. خلاص این ماه مواسات است، به همدیگر احوال خبرگیری، به یکدیگر یاردم دادن، احوال مسلمان ها با خبر شدن، آنها دست یاری دراز کردن. این فرصت برای مسلمان ها مهیا می شود که وقتی که آنها گشنه می شوند، تشنه می شوند، این همدردی در سوز دل برای مسلمان ها، برای مؤمن ها این چیز
خود به خود پیدا میشد که در این ماه این عمل ها کردن را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار اجر ثوابش را بسیار قرار دادن. گفتن کسی که در ماه رمضان روزه میگیرد، عمل فرض را اجرا میکند، یک کار ثواب را اجرا میکند، عمل فرض را اجرا میکند، الله جل جلاله برای آن 70 فرض اجر ثوابش عطا میکند، می نویسد. اگر یک عمل نفل را اجرا کند، الله تعالی برای وی فرض اجرا کردگی اجر ثواب به نام اعمال وی نوشته می شود. و این ماهنده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند رزق مومن ها وسیع می شود، برای مومن ها الله تعالی رزقش وسیع می کند. و در دوام حدیث می بیاد که این ماهنده شما کسی که روزدارها را افطاری میتید، یک طعام میتید، یک نیکی میکند، الله تعالی اون کسی که افطاری داد، روزافشانی داد، گناه آن را الله تعالی مغفور میکند و از آتش جهنم آن را الله تعالی خلاص میکند و داخل جنتش میکند. و همون روزدار چقدر که روزه داشت ثواب اون را کم نکرده، با کسی که روزه داد افطاری داد برای آن ثوابش به آن کس ثواب نوشته می شود. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این ماه اولش دهه رحمت است، رحمت خدا بر بالای مومن ها می بیاد. دهه دومش دهه مغفرت که مومن های الله تعالی به سبب روزه داشتنشان گناه آنها را الله جل جلاله مغفور عفو میکند، میبخشد. و دهه اخیرش عتق من النیران، از آتش دوزخ خلاصی است که به سبب روزه داشتن انسان ها را الله جل جلاله از آتش دوزخ خلاص میکند. و در دیگر حدیث میگوید که هر یک روزه ماه رمضان در روزه وقت افطاری صدها نفری که دوزخ به درآمدن آنها واجب بود، آنها را الله تعالی از آتش دوزخ خلاصی عطا میکند. و در آخر ماه رمضان، از اول رمضان تا اخیر رمضان چقدر انسان ها را از آتش دوزخ الله تعالی خلاصی آزادی داده بود، همین قدر نفران را الله تعالی باز از آتش دوزخ خلاص میکند. این یک رحمت الله جل جلاله است برای این امت، برای مسلمان ها، خصوصا یک خاص برای این امت الله تعالی این رمضان را. دیگر امت ها هم الله تعالی رمضان را روزه فرض کرده بود، لیکن این ماه الله تعالی نداد. این ماه الله تعالی خاصتا به این امت محمد صلی الله علیه و سلم الله تعالی داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن در این ماه شما 4 عمل را بسیار کنیدتان. لا اله الا الله، نستغفر الله، این بسیار گویتان که این که الله تعالی از شما راضی می شود، ذکر الله، یعنی خصوصا همین لفظ را پیغمبر گفتن. و نستغفر الله، لا اله الا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة و نعوذ بك من النار. لا اله الا الله، نستغفر الله، یا الله تو ذات یگانه هستی، غیر از تو دیگر کسی لایق عبادت و پرستش نیست. و یا الله از خطاگی کمبودی هامان از الله تعالی ما از تو بخشش میپرسیم که به سبب این سخنهای بسیار تکرار کردن گفتن الله تعالی از بنده ها راضی می شود. و 2 چیز را برای شما ضرور است گفتن که نسألک الجنة و نعوذ بک من النار، ما ای الله تعالی از تو جنت را میپرسیم و از دوزخ تو پناه میپرسیم. که این چیز ضرور است برای هر یک مسلمان که حیات ابدی، حیات همیشه انسان بعد از این حیات سر می شود، از جهنم خلاص یافتن و در جنت جاودان همیشه باقی ماندن. این چیز را بسیار هم پرسیدتان، بسیار هم تکرار کنیدتان، این سخن را بسیار از الله تعالی پرسیده گویتان، گفته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این را برای ما تاکید کردند. دوستان عزیز، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث‌های صحیح میگویند وقتی ماه رمضان وارد می شود درهای جنت باز می شود و درهای جهنم بسته می شود، مفهومی همین حدیث را چگونه شرح داده می توانید؟ البته در صحیح بخاری در حدیث متفق علیه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که ماه رمضان می بیاد درهای آسمان گشاده می شود، درهای جنت باز می شود، درهای دوزخ بسته می شود و شیطان‌های سرکش که امت محمد صلی الله علیه و سلم را نماز عبادتی آنها را باطل سازند، آنها را الله تعالی زنجیر بند میکند تا اینکه روزه عبادت مؤمنان را بیکار باطل نکنند. یعنی ماه رحمت، دروازه رحمت خدا گشاده شدنش. دیگر حدیث میگوید خود الله تعالی خودش با آسمان از عرش و آسمان دنیا میبیاد، خود الله نه رحمت الله تعالی میبیاد به بنده هاش به نظر رحمت الله تعالی نگاه میکند. شب‌های رمضان الله تعالی به بنده هاش نگاه میکند که هل من سائل، کنی یگان پرسنده هست من طلب او را تا اجابت کنم، یگان بخشش پرسنده هست که من گناه او را بخشم. الله تعالی همین خیلی به بنده هاش نهایت یک نظر رحمت که درهای رحمت چک شده به بنده هاش نزدیکی
به نزدیکی مراجعت میکند. الله تعالی همین خیلی به بنده هاش نزدیک میکند، رحمتش را میکشد. دری اگر شما یک مهمانداری ضیافت کشاده باشد، اگر در را میکشد و بنده دوستاتان را فریاد میکنید، آنها همه به ضیافت شما مهمانی شما میگن. ما یعنی در این ماه هم ما مهمانی الله تعالی هستیم که مسلمان ها را الله تعالی در این ماه رمضان همه ما را مهمانداری میکند. چی مهمانداری میکند؟ گناه ما را عفو میکند، رزق های ما را الله تعالی وسع میکند، از آتش جهنم الله تعالی ما را خلاص میکند و دعاهای ما را الله تعالی قبول میکند. از این دیگر برای ما چه هم لازم است که هر یک طلبی ما را الله تعالی عفو کند و بخشد و از آتش دوزخ خلاص کند و جنت جاودان همیشه درآورد. از این دیگر بهتر نعمت آرزوی برای مؤمنین، برای مسلمان ها، برای انسان ها نیست. تشکر زیاد دامولوی محترم. بعضی از تماشابینان ما همچنین سوال کرده بودند که شرط های وارد شدن به این ماه مبارک چی است و کدام راه و اصول را ما باید پیشه کنیم، کدام عمل ها عبادت را در این ماه باطل می سازند یا اینکه شکننده های روزه چی است. اگر کوتاه در این باره ابراز عقیده موافق به دلیل هایش می گفتید خواهش می‌کردیم. الحمدلله الله جل جلاله این روزه را برای مسلمان ها، کسی که به الله تعالی ایمان آورد، یعنی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را گفت و خدا ایمان آورد و مسلمانی خودش را اعلان کرد به زبان به دل، برای این مسلمان، برای این شخص نماز خواندن و روزه گرفتن برای آن فرض می شود. بالغ باشد، بلاغت به رسیدگی باشد، مقیم باشد برای فرض می شود. اگر نابالغ باشد از آن مکلف نمی شود، برای آن روزه داشتن فرض نیست. اگر مسافر باشد انسان رخصت است که چون که سفر مشقت است، در این مشقت الله تعالی این دین آسانی است، مشقت نمی خواهد برای بنده هاش. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله تعالی برای شما آسانی می خواهد، قینگری را برای شما نمی خواهد. مادامی که در سفر عذابش کلفت می شود، عذاب می شود، در این حالت به ملال مومن ها می توانند روزشان را بخورند و یک روز دیگر روزها داشته داده می توانند. اگر در سفر روزه را دارند از روزه حساب می شود و فرض از آنها ساقط می شود. اگر داشته نتوانند روزه را خورند دیگر روز داشته می توانند. اگر کسای پیرمرد، کلانسال، مریض ها باشند، آنها روزه برای آنها به سلامتی آنها ضرر داشته باشد، آنها خود را ضعیف حس کنند، ناتوانی حس کنند از خودشان، برای آنها شریعت اجازه میده که روزه را خورند. وقتی که درست میشوند، سلامت میشوند، دیگر روز داشته تیان. اگر کسانی که پیرمرد هستند که دیگر امیدی سلامت شدن در آنها نیست، آنها میتوانند فدیه تیان، هر یک روزش به طعام برای مسکین و روزه از آنها ساقط میشوند. و زنهایی که حامله دار هستند، آنها به سلامتی خودشان، به سلامتی کودکاشان وقتی که ضرر میشود، آنها خوردن آنها لازم حتما ضروری است و یک روزش به روز داشته میتونند. از آنها هم ساقط میشوند. زنهایی که ماهانه عادت میبینند، آنها روزه را قضا میکنند، دیگر روز داشته میتونند. اما نماز را آنها قضا نمیکنند، یعنی قرضدار نمیشدند. یعنی از این دلیل های شما، گفته های شما، ما چنین پای بردیم که اجازت هست برای روزه نگرفتن و اون رو دیرتر داشتن برای شخصی مسافر، برای شخصی که مریض است یا که یا سال خورده یا امکانیت جسمانی ندارد و اونهایی که باید فدیه سپارند. فدیه عموما چگونه معین کرده می شود و برای کی باید بدهند؟ فدیه این یک روزه طعام مسکین می شود. یک روزه طعامش برای شخصانی که هم بغل هستند، مسکین هستند، بیچاره هستند، برای آنها داده می شود. اگر نقدش تیدم می شود یا طعام تیدم می شود، 30 روزش به 60 مسکینه طعام تیدگر از وی ساقط می شود فدیه روزه. با عنوان خواهران ما که مثلا با اجازه های خودی مسائل با عنوان و زنها چند روزها را نمی دارند، آنها در کدام مدت باید روزه های نداشته را پره کنند؟ با عنوان وقتی که آنها معذور می شوند به سبب عادت ماهانه یا حمل یا کودک شیرمکان، آنها می توانند بعد از سلامت شدن، بعد از درست شدنشان، هرچی زودتر کدام وقتی که کدام فرصتی که مناسب است همان وقتا داشته دادنشان هیچ باکی نداره. فقط
تیزتر کردنشون ضرور است که دور بنمونن، دیر نشه. مسافه بین داشتن از خاتمه شدن ماه رمضان تا به این ماه آمده است، لیکن افضل ترش هرچه زودتر است. بسیار خوب. و چه خیلی که ما از قول علما آگاهی داریم، این همه عبادت دو شرط دارند، یعنی اخلاص و اتباع. و برخی از علما همچنین سیمش را نیز علاوه میکنند که این هم باشد تزکیه نفس. در این باره شما کوتاه شرحی مختصر میداد. ولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند هر یک عمل انسان برای خودش است مگر روزه، این روزه از برای من است و جزای این روزه را، مکافات این روزه را من خدا میدم. یعنی هر یک عمل های انسان را دیگر مردم، دیگر انسان ها میبینند، از وی باخبر میشوند، اما روزه‌داری انسان را هیچ کس نمیداند بلکه جز خود بنده و الله جل جلاله. برای این هم پیغمبر خدا الله جل جلاله در حدیث قدسی میگوید الصوم لی و انا اجزی به، این روزه خاص برای من است و مکافات این را من خدا میدم. وقتی که انسان روزه میدارد، در انسان یک سر مخفی در داخل انسان پیدا میشود. ایمان این چیز مخفی است و اخلاص هم این چیز مخفی است. از ایمانی کسی که در دل دارد و اخلاصی که در دل دارد، بغیر از خدا و خود همون بنده هیچ کس خبر ندارد از این. یعنی به سبب روزه داشتن در ما ایمان و اخلاص پیدا میشود خود به خود. اخلاص یعنی خالصانه از برای الله تعالی هر یک عملی را، هر یک کار انسان، هر یک عملش، نمازش، عبادتش، روزش، زکاتش، حجش، معامله هاش، خدمتش، همش خالص از برای رضاگی الله تعالی باشد. الله تعالی از من راضی شود و الله تعالی برای من اجر و ثواب عطا کند گفته همین عمل ها را اجرا کند و اخلاص می شود. اگر گوید که آدم ها بینند، آدم ها دانند من این خلق، این علاقه ریا می شود، آدم ها بینند می شود، این عمل شرک می شود، یعنی این عمل علاقه در نزد الله تعالی قبول نمی شود بلکه گناهکاری، سبب گناهکاری انسان می شود. اون به پیغمبرها همشان تعلیمات الهی این دین از برای خالص از برای الله تعالی است. الله تعالی خود در قرآن میگه الا لله الدین الخالص، آگاه باشند که این دین خالص از برای الله است، از برای مردم نه، از برای آدم ها نه، این از برای الله تعالی. انسان با هر یک عمل هایش که از برای رضا الله، رضاگی الله جل جلاله میکند، انسان با الله تعالی نزدیک می شود و عمل اخلاص سبب هدایت انسان ها می شود و اخلاص یک نور و روشنی پیدا می کند و عمل های ریاکارانه عمل کردن این سبب فتنه و سبب رضاگی نامفهومی مردم می شود. برای در هر یک عمل ها اگر اخلاص داشته باشند این بسیار قبول عمل می شود و سبب هدایت انسان ها می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند المخلصین، مخلص ها آنها چراغ هدایت هستند، یعنی آنها سبب هدایت انسان ها می شوند. عمل با اخلاص به قلب انسان ها تاثیر می کند و آنها را به همین عمل جلب می کند. حقیقت راست بودن همین عمل را آن اخلاص نشان می دهد. ریا مردم نفرتش می بیارد، مردم بد می بینند همون عمل را، چشم دیدنی نمی کنند همون کسی که ریاکارانه می کنند. برای همین اخلاص بسیار هم عملی ضرور است. شرط قبول عمل این اخلاص است. پیغمبرها همشان گفتند ما اسألکم علیه من اجر، من از این کارم از شما اجر ثواب طلب نمی کنم، این اجریه الا علی الله، اجر من الله تعالی میده. ولی درباره اخلاص با یک آیت را بگم. الله جل جلاله در قرآن کریم میگه استعیذ بالله لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. این یک مثال است که وقتی که انسان ماهر قربانی میکند، از این قربانی شما به الله تعالی گوشتش، خونش، پوستش نمیرسد. الله محتاج نه و قربانی به گوشت و به چیز، ولکن یناله التقوى منکم، لیکن از شما همون تقوایی که امر الله اجرا کردتان از برای رضاگی الله تعالی، همون مردم به دادتان، همین اخلاص، همین تقوایی که در دل شما است، همین چیز میرسد برای الله تعالی. الله تعالی به عبادت ما، به اعمال ما، به روزه ما محتاج نیست، لیکن به سبب این عمل ها فایده من شما می شود که به سبب روزه داشتن ما، به سبب عبادت، اعمال های نیک کردن ما بر خود ما و بر مؤمنین فایده می شود که فایده خودی بنده می شود. الله تعالی به این عمل، به این کار محتاج نیست. یعنی شرط اول بود که اخلاص است، یعنی کل عبادت، چی نماز خوانی، چی روزه داری، چی زکات دادن، چی صدقه کردن، حتی سخن نیک گفتن یا با یگان عمل صالح همراه شدن، مخصوصا باید به خاطر الله باشد، برای دریافت رضای پروردگار باشد. و شرط دوم که اتباع است، یعنی پیروی کردن، مطابقت کردن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. این رو چگونه باید فهمید؟ البته
وقتی ما کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله گفتیم به ذات الله تعالی ایمان آوردیم و محمد رسول الله گفتیم، یعنی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله و پیغمبری و یا من امتی رسول الله که گفتیم، ما باید در هر یک عمل همان به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم. در هر یک زندگیمان، در هر یک عملمان، در رفتار، در کردار ما، در معاملات ما، در معاشرات ما، در هر یک عمل ها به سنت های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اهمیت تیم رعایت کنیم. این سبب عبادت و سبب قرب و نزد الله تعالی میشود. هر یک روشی که در زندگی انسان ها میشود، آن رویه را الله تعالی قبول نمیکند. فقط آن رویه را الله تعالی قبول میکند و پسند میکند که از با طریقه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. اگر غیر از طریقه رسول الله انسان هر چقدر عمل کند، آن سبب قبول نشدن عمل انسان میشود. اگر عمل مطابق سنت رسول الله باشد، از پی رسول الله باشد، آن عمل سبب قبول شدن و ثواب میشود. یعنی امر الله را پیامبر او برای ما با بهترین راه نشان دادن، یعنی ما باید به آن پیروی کردیم. چون این باید فهمید. خوب است، بسیار خوب. یعنی اخلاص و اتباع، یعنی پیروی کردن، اطاعت کردن به فرمان امرهای الله و مطابق به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. و همچنین شرط سیوم تزکیه نفس، یا اینکه تربیه خود نفس بنده، این را چگونه باید شرط داد؟ ولی از طریق الله جل جلاله کتاب ها و چقدر پیغمبر ها آمدن، اینها همشان برای تربیه انسان ها آمدن. برای انسان ها دیگر چیزها را یاد ندادن، بلکه آداب و اخلاق تربیه را یاد دادن. پیغمبرها اینها بزرگترین انسان ها هستند که از طریق الله جل جلاله اونها تربیت یافتند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. الله تعالی من با آداب داد و بهترین آداب برای من الله تعالی نشان داد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بزرگترین و کاملترین و شخصی بسیار هم با آداب و با اخلاق ترین انسان بودند که الله جل جلاله در قرآن کریم تعریف کرده. میگه استعیذ بالله انک لعلی خلق عظیم، شما در بزرگترین خلق هستید. یعنی خلق رسول خدا صلی الله علیه و سلم نهایت بزرگ بود که اگر ما هر یک چیز بزرگ بگیم شاید یک مقدار اندازه دارد، لیکن وقتی که الله جل جلاله یک چیز بزرگ میگوید آن چیز حد و اندازه‌اش نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نهایت بزرگترین اخلاق و رویه و آداب داشتند. ما باید به هر یک کارمان اخلاق پیغمبر، رویه پیغمبر پیش بگیریم و عادت‌های پیغمبر، اخلاق‌های پیغمبر در زندگی خودمان داشته باشیم، مطابق حیات پیغمبر زندگانی کردن حرکت کنیم که الله تعالی همین حیات را دوست می‌دارد. پیغمبر خدا الله جل جلاله در قرآن میگه این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما الله را دوست دارید فاتبعونی، پیغمبر من به میگن من به پیروی کنیدتان، الله تعالی شما را دوست می‌دارد. اگر خواهیم که الله تعالی ما را دوست دارد، فقط اتباع پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ما پیروی کنیم. محبت الله به بنده یا که دوست داشتن الله به بنده چگونه ضایع میشود؟ در کدام حالت بنده فهمیده میتواند که پروردگار او را انتخاب کرده است، میخواهد به او خیر میخواهد که به راه راست هدایتش کند؟ و همچنین در قلب شخص مؤمن و مسلمان این محبت چگونه رشد مییابد؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اذا سرتک حسنتک و ساءتک سیئتک فانت مؤمن. اگر شما خود نیکی کردگیتان خرسند کند و بدی کردگیتان شما را غمگین کند، شما مؤمن هستید. این نشانه مؤمن بودن انسان همین است که عملهای نیک کند، یک کس به یاردم کند، یک کس حاجتش برارد، یک عملهای نیک کند، همین عملش انسان را خرسند کند، این مؤمن است. و عملی بدی کردگی و این انسان را غمگین کند که من کار خوب نکردم، یک کس آزار دادم، یک کار وقتی که خود را خجالت حس میکند، این نشانه مؤمنی انسان است. اگر وقتی که عکس این را گیریم، اگر انسان عملی بدی کردگیشه فخر کرده گوید که من فلان شخص را بسیار هم فریب دادم، فلان شخص را من بسیار هم با لهجه خودمون گیم هر خیر من وای را گوشش را قطع کردم، همین خیلی سخنهای گوید، با همین خرسند شود و عملی نیکی کردگی به غمگین شود و انسان مؤمن نیست. وقتی که انسان عملهای نیک را میکند، عملهای نیک را دوست می‌دارد، این نشانه محبت الله تعالی است و الله تعالی آن بنده را هدایت کردن نشانش این است. در ماه رمضان آنهایی که خالصاً برای الله عبادت میکنند و در پیروی
سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام پرستش و عبادت‌های خود را به راه می‌مانند، آنها چگونه باید رفتار کنند در خانه، در جامعه، در مساجد، در کارخانه‌ها؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما با هر یک عملها ما را، هر یک کار را، هر یک معاملات را برای ما نشان دادند. حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین حیات بود، در نزد الله تعالی قبول شده، پسندیده حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. ما در هر یک عملهامان رسول را برای خدا معلم و پیشوا دانیم و رفتار و کردار آن کس را دوست داریم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم کسی که سنت مرا زنده میکند در وقتی فساد اومد برای و اجر 100 شهید نوشته میشود. کسی که سنت مرا زنده میکند و مرا دوست داشته است، کسی که مرا دوست دارد و همراه من به جنت میرود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خانهشان اگر گیریم، رسول الله بسیار کارهای خدمت خانه را میکردند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که خانه می آمدند از من بسیار کارهای خانه را از من بسیار میکردند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودشان لباسان را میشتند، خودشان کارهای خانه را میکردند که این بسیار اخلاق پیغمبر بود که و مردم بسیار هم خدمت میکردند. در یک جماعت وقتی که آنها یک طعام کردنشان، یکشان گفتن این را من ذبح میکنم، یکشان گفتن من این را میپزم، یکشان گفتن من این را تیار میکنم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن و انا علی جمع الحطب، گفتن من هیزم جمع میکنم، من هیزم کرده همین کار را میکنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که با همراه دوستان صحابه میشتن، از صحابه خود را فرق نمیکردن، چه خیلی که انماها بودن مانند انماها رفتار و کردار میکرد. وقتی که پیش رسول الله با یگان آدم بیگانه میآمد جدا نمیکرد که رسول الله این کس باشند، یعنی خودشان را مانند همونها یک شخص از همون آخر میگرفتن. یک فرقیت از همدیگر جداگی یا یگان خودنمایی، یگان خیلی صفاتها در رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بسیار خاکسار بودن، بسیار متواضع بودن. وقتی که رسول الله را صحابه شما مولای ما، شما سید ما گفته تعریف کردن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما قولوا عبد الله و رسوله انما انا عبد الله و رسوله. خیلی که نصرانی ها عیسی ابن مریم تعریف کرده از حد زیاد تعریف کردن، شما مرا اینقدر تعریف زیادتی نکنید. البته من بنده خدا و پیغمبر خدا هستم، من بنده و پیغمبر خدا گویتم گفته. بنده گفتم. الله تعالی وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم معراج و دعوت میکند، همینجا قرآن ذکر میکند که سبحان الذی اسری بعبده، یعنی بندش، یعنی انسان مقامش بنده عبدیت است، عبودیت است. مقام انسان در این دنیا یک منصب کلانی و مقام بشریت در این دنیا عبدیت است، بندگی، یعنی به خدا فرمان برداری کردن، امرهای الله را اجرا کردن. این عزت انسان، مقام بلندی انسان این عبدیت است. وقتی که انسان عبدیت را اجرا میکند، الله جل جلاله برای بنده همه شرایط ها را برای او مهیا و خدمت همه مخلوقات خدمت انسان به حاضر میشوند. تشکر زیاد داملای محترم. تماشابینان گرامی، امروز صحبت ما در موضوع فضیلت های ماه مبارک رمضان با یکی از طالب علمان داملا محمود خان می رود که کوتاه ما دایر به برکات این ماه، فضیلت های این ماه، شرط ها و اصول های عبادت در این ماه و همچنین دایر به اخلاص و مطابقت به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین تزکیه نفس و تربیه نفس و همچنین رفتار و اخلاق خود را در خانه، در جامعه نشان دادن و از مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم درس گرفتن کوتاه صحبت کردیم و در انتها من میخواستم از شما داملای محترم تمنیات شما را به کل مردم مسلمان چی در تاجیکستان و چی در بیرون از آن بیشترم، یعنی در این روزها چی تمنیات کرده میتونیم؟ الحمدلله ماه بسیار ماه قبول دعا است. آرزوهای بنده را الله تعالی نگاه میکند، دعاهای بنده را الله تعالی قبول میکند. ما مردم مسلمان هم باید از الله تعالی تینجی، آسایشتگی، آرامی را در تمام عالم از الله تعالی امید کرده باشیم و رزق فراوان و رحمت و برکات در زندگی همه مسلمان ها و آرامی و تینجی در دیارمان و خیر و برکت در دیارمان را از الله تعالی طلب کنیم. همیشه در گمان نیک باشیم. الله جل جلاله در حدیث قدسی میگوید انا عند ظن عبدی بی، من در نزد گمان بندم هستم.
اگر بنده چه خیلی گمان کند من با همراهی و همین طور معامله میکنم دیگر. هم برای همین هم ما دائم در امید نیک باشیم، فکر نیک باشیم، در حق هم دیگر گمان های نیک کنیم. این بعض الظن اسم، بعض گمان این گناه است. در حق یگان کس گمانی بد نکنیم. اگر یک نفر را دیدیم که یک خطاگی کرد، نه بسیار ما همون را به خطاگی نسبت دادن ما ممکن است، لیکن یک فایز هست که همون را ما به نیکی نسبت دهیم و همون را به نیکی نسبت دهیم، در حق همون گمانی نیک کنیم، در حق یگان بنده ها گمانی بد نکنیم. البته اصلاح جامعه، اصلاح مسلمان ها در همین گمانی نیک کردن و آرزوی نیک کردن، نیت های نیک داشتن است. انما الاعمال بالنیات، ما چی نیت داشته باشیم الله تعالی همون نیت های ما را البته برآورده خیر میگرداند. و بعضی از تماشابینان ما شاید چنین گمان کرده ایستاده باشند که من که بسیار خطاکار هستم، گناهکار هستم، من چگونه باید توبه کنم؟ آیا الله مرا میبخشیده باشد یا نه؟ نصیحت شما به چنین گروهی تماشابینان ما چی است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که صلوات الخمس و الجمعه الی الجمعه و رمضان الی رمضان کفارات لما بینهن مجتنبت الکبائر. رسول خدا فرمودند 5 وقت نماز، از این نماز تا این نماز، از این جمعه تا جمعه دیگر، از این ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر، این کفارت گناه ها است مادامی که انسان از گناه های کبیره خود داری میکند. یعنی به سبب 5 وقت نماز خواندن ما، به سبب روزه داشتن ما، الله تعالی گناه های صغیره ما را، گناه های کمی ما را، گناه های خردی ما را الله تعالی عفو میکند. این خود به خود عفو. چه که به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک صحابه آمدن، یک خطایی کرده بودن، گفتن من همین خیلی خطا کرد و یک صحابه گفتن این کس همین خیلی خطایی کردن. رسول الله گفتن آیا این کس همراه ما نماز نخواندن؟ گفتن آیا نمیدونید ان الحسنات یذهبن السیئات؟ آیا نمیدونید که نیکی ها بدی ها را دور میکند؟ البته به سبب روزه داشتن ما، به سبب نماز خواندن ما، خودی در نماز هم هست، خودی در روزه هم هست، استغفار هست. به سبب استغفار این گناه های منش ما البته عفو می شود، بخشیده می شود، انسان به گناه می شود. کسی که 30 روز رمضان را می دارد و با اخلاص با هم سنت و هم فرضایش را، احکامش را اجرا کرده، گمان می کند که من گناهکار هستم، در عقیده این انسان خطر وجود می بیاد که وای روزه نداشته است. وقتی که انسان روزه داشت، خودش از گناه پاک شدم، تازه شدم، گفتگی چه کند؟ نیت و اراده کند و دیگر قصد گناه کردن، یقین داشته باشد و دیگر قصد گناه کردن را نکند. اما انسان اگر گناهی کلان کرده باشد، گناهی کبیره کرده باشد، برای این انسان ضرور است که نزد الله تعالی چه کند؟ توبه کند که الله خواهد میبخشد، خواهد اون را عذاب میدهد، خواهد چی میکند؟ این مابین بنده و مابین الله است. برای همین هم برای تمام امت اسلام، برای مسلمان ها همین پیام را میرسانیم که الله تعالی میگوید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ای مسلمان ها، ای انسان ها، شما توبه نصوح کنید. این ماه توبه است، ماه بخشیده شدن گناه است. رسول خدا گفتند کسی که رمضان میاد اگر بخشیده نشود، وای بر حال همون انسان باشد. یعنی همین قدر دسترخوان رحمت خدا گشاده ایستاده و مغفرت خدا، دست مغفرتش را الله دراز کرده ایستاده است که من میبخشم. گفت اگر در همین ماه کسی که توبه نمیکند و به طرف خدا رجوع نمیکند و از کرده های خود، خطاهای پشیمان نمیکند، وای بر حال همون انسان است. برای همین این ماه را بسیار غنیمت دانیم و در این ماه بسیار استغفار و توبه و به سوی خدا بازگردیم. البته الله تعالی درهای خدا همیشه باز است، خصوصا در ماه رمضان همیشه دروازه الله تعالی در توبه گشاده است. الله تعالی توبه بنداش را البته الله تعالی قبول میکند. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. البته الله تعالی بنده توبه کنندش را دوست می‌دارد. کسی که توبه نمی‌کند آن را الله تعالی دوست نمی‌دارد. توبه کننده بنده را الله تعالی دوست می‌دارد. در دیگر سخنشان رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. هر یک فرزند آدم خطاکار است. فرزند انسان آدم علیه السلام هر یک فرزندشان خطاکار است، بی خطا نیست، فرشته نیست، بی گناه نیست. همه انسان خطاکار است. لیکن بهترین خطاکار آن کسی است که توبه میکند. وقتی که توبه میکند آن بهترین انسان است. یعنی در طبیعت انسان بیگناهی نیست، در طبیعت انسان گناه است. لیکن حضرت آدم علیه السلام وقتی که در جنت بودند، در جنت شیطان وسوسه کرد آن کس را به گناه وادار کرد. من از جنت الله تعالی راندشتم به سبب گناه و در زمین چی کردن؟ توبه کردن. ما همین دنیا با آمدیم، بابا ما آدم علیه السلام کارش نکنیم که خطاگی البته از انسان رو میدهد، انسان بی خطا نیست، هر یک قدم ما خطاگی است. توبه کنیم، استغفار کنیم، شب‌های رمضان گریه و ناله کنیم. البته الله تعالی بنده‌های توبه کننده‌اش را دوست می‌دارد.
و توبه ما را قبول میکند الله تعالی و بخشیده گناه های بنده را الله تعالی دوست می‌دارد. تشکر زیاد دامادای محترم برای اندیشه های شما، برای صمیمیت به این صحبت بسیار هم پرنفاست و برای تماشابینان گرامی قدر نیست مراجعت کرده گفتنی هستیم که این ماهی که ماه مبارک است، ماه شریف است، بیایید همراه از فضیلت های این ماه، از برکات این ماه بهره مند شویم. اگر خطا کردیم رو افتاده نشویم، ناامید نشویم، همیشه توبه و استغفار کنیم، یگان عملی صالح کنیم، عملهای نیک کنیم، سلام و محبت را بین همدیگر، بین خواهران و برادران، بین پدران و مادران، بین نزدیکان پهن کنیم و همیشه با تبسم باشیم، همیشه نیت‌های نیک داشته باشیم، گمان نیک داشته باشیم نسبت به خالقمان، پروردگارمان و امید به آن بس داشته باشیم که روز میرسد که همراه چنین صحبت‌های صمیمی را در باغ‌های فردوس، جنت الفردوس نیست الله برای ما و شما مهیا می‌گرداند ان شاء الله تعالی. و از پروردگار مسئلت داریم که عبادت‌های هر یکی ما و شما را خالصانه و مطابق به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول بگرداند و در کار و امور زندگی ما و شما توفیق بندگی را عطا کند. برای تشریف شما بار دیگر سپاسگزاریم. از درگاه خداوند پاداشی خیر برای شما تمنا داریم و در موضوع نوبتی رمضانیمون دایر به توحید در عبادت در ماه رمضان صحبت خویش را ادامه خواهیم داد. در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. خدا حافظ بینندگان گرامی.